سلام دوست عزیزم، خوش اومدی به کانال VIP و شروع کسب درآمد از روبیکا. ببین، من میخوام از 0 تا 100 روبیکا رو به توضیح بدم، پس تا آخر این ویدیو با من باش. بعد از اتمام این ویدیو برو به کارهایی که بهت گفتم برس و انجام بده، ولی تا ته ویدیو رو حتما با من باش که من بتونم از 0 تا 100 واسه تویی که حتی نمیدونی چی کار کنی و از کجا شروع کنی بهت یاد بدم که چی کار کنی و از کجا شروع کنی. خب پس با من تا ته این ویدیو همراه باش. الان که دارید شما ویدیو منو میبینید، پس قطعا روبیکا تو گوشی شما نصبه. خب ولی من میخوام باز بهتون بگم روبیکا رو سعی کنید از سایت بازار، اپلیکیشن بازار که تو گوشی همه از اپلیکیشن بازار الان بهتون نشون میدم، توی بازار نگاه کنید خودتون و چه اپلیکیشنی رو دانلود کنید. نرید روبیکاهای مثلا غیر استاندارد رو دانلود کنید نصب کنید، خود روبیکای اصلی. الان نگاه کنید تو این ویدیو. خب دوست عزیزم نگاه کن، این اپلیکیشن بازاره که تو گوشی همتون هست. این اپلیکیشن رو باز میکنید، حتما هم از تو بازار اینجا سرچ کنید روبیکا. خب همین اولی که تک نوشته روبیکا، نگاه کنید روبیکا زیاد هست ولی اولی رو نگاه کنید 20 میلیون نصبه. میبینید نوشته 20 میلیون نصب. اولی پینوه که آگهی اون هیچی. دومی نگاه کنید نوشته روبیکا، اینجا هم نوشته 20 میلیون، یعنی 20 میلیون نصبش کردم. پس این اپلیکیشن اصلی هستش و شما باید اینو توی گوشیتون نصب کنید، نه این یکی ها. اینا همه جاسوس هستن و چی میگن، اطلاعاتتون رو بر میدارن. پس شما فقط این اولی رو نصب کنید، 20 میلیون نصب داره. خب بعد از اینکه این اپلیکیشن رو نصب کردید، حالا ورود میزنید. بریم برای ادامه و شماره تلفن وارد کردن و شروع روبیکا اصلا از صفر. خب دوستان عزیزم، الان روبیکا رو نصب کردیم، روش میزنیم تا باز بشه. این اپلیکیشنیه که تو گوشید نصب کردی. با این صفحه مواجه میشی، شما باید قبول شرایط و ورود رو بزنید. اینجا شماره تلفنتون رو میزنید جهت ورود. حالا من شماره تلفنمو میزنم. وقتی که ورود رو زدید یک کد براتون روبیکا ارسال میکنه، اون کد رو باید این پایین بزنید. خب شما وارد روبیکا شدید، تبریک میگم. حالا میگه یه نام کاربری برای خودتون انتخاب کنید. مثلا من میزنم تست برای همین. این تیکه بالا رو میزنید. اسم و فامیلیت هم میگه بزن اگه دوست داری. من میزنم تست برای عکسم میتونی انتخاب کنی. خب الان ما ورود زدیم به روبیکا، تبریک میگم بهتون. الان شما ورود زدید به روبیکا، این روبیکاه. دوستان عزیزم این محیط روبیکا هستش. سرویس ها این پایین میبینید، سرویس ها، پیام رسان، روبینو، ویترین و تنظیمات این گوشه. خب شما الان ورود زدید به همین سادگی، چیز خاص و عجیبی نیست. الان شما اومدید داخل روبیکا. حالا میرسیم به قسمت مهمش، قسمت پول در آوردن از روبیکا. آقا ما اصلا چجوری میتونیم از روبیکا پول در بیاریم؟ روبیکا به چه کسایی پول میده؟ به کسایی که ویدیو یا محتوا توی پیج یا کانال بذارن تو روبیکا. پیج و کانال، بریم با هم پیج رو بهتون نشون بدم، کانال هم بهتون نشون بدم که شما چجوری باید از روبیکا پول در بیارید. الان روبیکا رو نصب کردید، صفر هستید و میخواید از پیج و کانال پول در بیارید. بریم بهتون نشون بدم. خب دوستان عزیزم، میخوایم بریم برای ساختن پیج در روبیکا. ببینید دوستان عزیزم،
برای ساخت پیج شما باید این وسط روی روبینو بزنید و اینجا پیج جدید بزنید. شما اون اولیو که من زدم تست برای اون میشه اولین پیج که من عوضش کردم، اینجا نوشتم فروشگاه آنلاین. ببینید یه پیج اولیو شما وقتی تست برای رو میزنید اینجا میاد براتون. بعد این صفحه نوید اینجا روبینو رو میزنید، این صفحه براتون ظاهر میشه. روی این آدمک این گوشه بالا بزنید، این صفحه یعنی اون تست برایی که بود الان من کردم فروشگاه آنلاین. خب این صفحه براتون ظاهر میشه، این میشه اولین پیجتون. ولی چون اولین پیجه شما با این کاری نداشته باشید، برید برای ساخت جدید یه پیج جدید. ببینید برای پیج جدید کافی این فلش بغل اینو بزنید، نگاه کنید روش بزنید. الان من حدود 7-8 تا پیج ساختم. خب میخوام یه پیج جدید بزنم، میام این پایین افزودن صفحه رو میزنم، داریم پیج میسازیم. ما ببین افزودن صفحه رو میزنیم، میگه خب این پیجی که میخواید بزنید اسمش چی باشه؟ مثلا شناسه کاربری رو باید به انگلیسی وارد کنیم دیگه. مثلا من میزنم تست برای 1. خب میگه خب این نام کاربری استفاده نشده. اگر اینجوری میاد قرمز میشه یعنی این نام کاربری یکی دیگه استفاده که شما نمیتونید، باید عوضش کنید. تست برای 1 رو میزنید، میگه آقا این آزاده میتونید استفاده کنید. ثبت رو میزنید. بعد میگه حالا نام صفحتون میخواید چی باشه؟ مثلا من میزنم سریال میخوای بزنی، فیلم بزنی، هر موضوعی که دوست داری و میخوای پیج درست کنی واسش همون موضوع رو بزن. حالا من میزنم تست برای تست برای. بعد میگه بیوگرافی چی میخوای مثلا بزنی؟ مثلا توضیح بالای پیجته. مثلا میزنم که من این پیج رو زدم برای آموزش. ایمیل هیچی، شماره تلفن هیچی نمیخواد بزنید. وبسایت هم حالا بریم بهتون میگم در ادامه که وبسایت اصلا برای چی است. اینو ذخیره میکنید. خب تبریک میگم شما الان یه پیج ساختید. نگاه کنید تست برای اینجا هم زدم، من این پیج آموزش میدم، اینجوری میاد براتون. حالا وبسایت مثلا میزنیم همینجوری الکی، میزنیم تست برای .ir مثال. وقتی اینو میزنید نگاه کنید اینجا یه گزینه اومد به اسم وبسایت که روش میزنید میره توی آدرس سایتی که شما تعیین کردید براش. پس شد این الان آموزش ساخت پیج. حالا در ادامه بهتون میگم چجوری ازش پول در بیاریم. پس ما الان پیج ساختن رو یاد گرفتیم. نگاه کنید این پایین، یه بار دیگه این پایین نگاه کنید، روبینو، این آدمک این بالا رو باید روش یه دونه بزنید، میایید تو صفحتون. خب اینجا این فلش بغل رو میزنید، شما میتونید 10 تا پیج بزنید. فقط این اولی که اسم زدیم براش، بزنم براتون نگاه کنین، اولی وبسایت نداره. میبینید بیوگرافی داره، آدرس ایمیل، وبسایت نداره. از دومی به بعد دیگه همشون وبسایت داره. پس این شد آموزش ساخت پیج که میدونید من الان 7-8 تا دیگه ساختم. پس پیج رو ساختیم این مدلی. خب دوستان عزیزم شما الان پیج رو توی روبیکا ساختید توی روبینو و حالا میخواید برید کانال بسازید توی پیام رسان. توجه کنید کانال میخواید بسازید توی پیام رسان. منتهای مراتب به یه اروری میخورید که بهتون میگه شما باید تایید 2 مرحله‌ای رو فعال کنید. خب بعد من الان میخوام تایید 2 مرحله‌ای رو بهتون بگم، ولی قبلش شما وقتی میخواید برید تایید 2 مرحله‌ای رو انجام بدید باز دوباره به یه ارور دیگه میخورید. میگه که شما اگر میخواید تایید 2 مرحله‌ای رو ثبت کنید باید 7 روز از ورود شما به روبیکا بگذره. اگر روبیکا رو از قبل داشته باشید که شما میتونید درجا برید تایید 2 مرحله‌ای رو انجام بدید. اگر نه
باید بذارید 7 روز بگذره تا بتونید کانال بزنید توی پیام رسان. ولی شما میتونید بدون همین شروع کردید میتونید پیجتون رو توی روبینو بزنید، ولی برای کانال زدن توی پیام رسان باید برید چیکار کنید؟ تایید 2 مرحله‌ای. پس ما اول بریم اون دوتا ارور رو برطرف کنیم که یکیش تایید 2 مرحله‌ای هست، یکی هم 7 روز باید بگذره. 7 روز رو بهتون گفتم. حالا من این پیجم 7 روزش گذشته و میخوایم بریم تایید 2 مرحله‌ای رو انجام بدیم. پس این 7 روز خیلی مهمه، خیلی هم سوال میپرسن. اینجا رو حتما یادتون باشه، میرید کلیک میکنید زده 7 روز. اگر روبیکا رو تازه نصب کردید باید 7 روز بگذره تا تایید 2 مرحله‌ای رو انجام بدید عزیزان دل. خب حالا بریم آموزش تایید 2 مرحله‌ای رو ببینیم با هم دیگه. خب دوستان عزیزم، ما بخوایم کانال بزنیم ارور میزنه که میگه تایید 2 مرحله‌ای. برای تایید 2 مرحله‌ای باید چیکار کنیم؟ این پایین باز پیام رسان روبینو، این قسمت این گوشه تنظیمات زده، روی تنظیمات یه دونه بزنید. نگاه کنید این روی تنظیمات زدید، این پایین پیام رسان نوشته، پایینش نوشته حریم خصوصی و امنیت. حریم خصوصی و امنیت روی این میزنید. این پایین نوشته تایید 2 مرحله‌ای. روی تایید 2 مرحله‌ای میزنید. میگه آقا یه گذرواژه، یه پسورد انتخاب کنید. مثلا ما یه پسورد انتخاب میکنیم، مثلا یه پسورد من بزنم، مثلا تست 2020. اوکی. میگه دوباره تکرار کنید، دوباره تست 2020. خب اینجا 2 بار باید گذرواژه رو بزنیم. 2 دفعه ازتون میپرسه 2 بار گذرواژه رو بزنید، بعد تیکه بالا رو بزنید. میگه برای گذرواژه خود یک راهنما ایجاد کنید. مثلا یه چیزی بگید که اگر یه موقع گذرواژه رو فراموش کردید، این داشته باشید که دوباره بتونید پیجتون رو برگردونید. مثلا یه چیزی که واسهتون خیلی، مثلا من معمولا شماره شناسنامه رو میزنم، الان میزنم. خب این مرحله رد کردید، اینجا میرسیم به مرحله ایمیل. شما باید یه ایمیل بزنید که یه کد ارسال میکنه به ایمیلتون و اون کد رو شما باید بیارید اینجا بزنید. حالا من میرم یه ایمیل وارد میکنم اینجا. خب دوستان عزیزم توجه کنید، وقتی ایمیل براتون ارسال میکنه شاید تو صندوق ورودیتون نباشه و تو قسمت هرزنامه ایمیلتون باشه. پس ایمیل رو زدید، تایید کردید، فرستادید، میره توی قسمت هرزنامه ایمیلتون. اون کد رو از اونجا کپی میکنید و اینجا پیست میکنید. به همین سادگی گذرواژه تایید 2 مرحله شما فعال شد. دیدید؟ به همین سادگی. تمام. خب دوستان عزیزم، تایید 2 مرحله‌ای هم رد کردیم. حالا بریم برای ساخت کانال در قسمت پیام رسان. پیج رو که ساختیم، تایید 2 مرحله‌ای هم رفتیم، حالا باید بریم سراغ پیام رسان. فقط یه بار دیگه بگم، اروری که میگه شما باید 7 روز از ورودت به روبیکا بگذره، باید 7 روز بگذره تا بتونی تایید 2 مرحله‌ای رو فعال کنی. عزیزم اینو توجه کن، خواهش میکنم ازت. خب بریم برای ساخت کانال در پیام رسان. خب دوستان عزیزم، بریم برای ساخت کانال در پیام رسان. ببینید ما پیج رو اینجا ساختیم این وسط، حالا باید بیایم کانال بسازیم. برای ساخت کانال باید بیایم پیام رسان. خب برای ساخت کانال باید روی این مداد این پایین بزنیم. نگاه کنید یه دونه میزنیم روش، این بالا نگاه نوشته گروه جدید، کانال جدید. ما میزنیم روی کانال جدید. میگه اسم کانالتون میخواید چی باشه؟ ما میزنیم دوباره تست برای دوباره. توضیحات هم میزنیم، حالا هرچی خواستید شما بزنید. من میزنم میلیونر های آینده.
بعد نوشته کانال عمومی، کانال خصوصی. شما 10 تا کانال عمومی میتونی بزنید، بی نهایت کانال خصوصی. خب حالا عمومی و خصوصی چیه؟ عمومی یه چیزیه که مثلا من میزنم به فرض مثال سریال گیلدخت، سریال جیران، خب سرچ میکنم چون عمومیه پیدا میشه اون کانال، یعنی برای دیگران نمایش داده میشه. ولی کانال خصوصیه شما باید لینک دعوت بفرستید برای یکی تا ورود بزنه داخلش، یعنی به ساده ترین روش دارم بهتون میگم. 10 تا کانال عمومی میتونید بزنید، بی نهایت کانال خصوصی. الان همین کانال وی آی پی که هستید داخلش کانال خصوصی است که من براتون لینک میفرستم، شما میایید داخلش. برای انتخاب عکس هم میتونید روی این عکس بزنید، همین نوشته تبه، روی این بزنید میتونید از گالریتون عکس انتخاب کنید. خب ما تیکشو میزنیم، میگه کسی رو میخواید بیارید داخلش. حالا من نمیخوام بیارم فعلا کسی رو. خب تبریک میگم، ما کانالمون رو ساختیم. این ساخت کانال در روبیکا هست. تو این قسمت پیام رسان نگاه کنید، این کانال بالا نوشته تست برای، این کانال ماه. خب خب دوستان عزیزم، الان کانالم ساختیم تو پیام رسان. حالا ما میخوایم این کانالمون رو یه آدرسی، یه لینکی براش بذاریم که اگر میخوایم کسی رو دعوت کنیم یا اگه میخوایم جایی کانالمون رو تبلیغ کنیم، یه آدرسی داشته باشه دیگه که طرف بزنه بیاد داخل کانال ما. خب حالا با هم دیگه بریم آدرس کانال چه عمومی چه خصوصی شد درست کنیم تا بریم مرحله بعد. خب دوستان عزیزم، بریم برای آدرس وارد کردن برای کانالمون که کانالمون رو یه اسمی براش، مثلا یه لینکی براش انتخاب کنیم. کانال رو وا میکنیم، روی این عکسش میزنیم و این بالا روی چرخ دنده میزنیم، روی اطلاعات میزنیم. میگه که اگر میخواید کانال عمومی باشه یه اسمی براش ایجاد کنید. مثلا ما اگه سریال جیران بزنیم میزنیم جیران، حالا تست میزنیم که ببینید اگر جیران نگاه کنید یه چیزی مینویسید این یکی دیگه استفاده کرده باشه، اینجا مینویسید متاسفانه این نام کاربری معتبر نیست. حالا ما میزنیم تست که کسی استفاده نکرده باشه، قابل استفاده است. تیک بالا رو میزنیم. این الان یه کانال عمومی شد، آدرسش هم شد جیران تست. اینها بذارید من کپیش کنم که ببینید چی جوری میشه. ببینید الان من اینجا یه ادساین این نگاه کنید، الان روی این میزنم رفت داخل کانال، دیدی شد آدرس این پیج. حالا برای اینکه این آدرس رو بفرستیم برای یه کسی، فقط تو روبیکا ما میتونیم اینجوری کنیم، جای دیگه میفرستیم باید کامل بفرستیم. اینجا نگاه کنید جیران تست نوشته، زیرش نگاه کنید نوشته روبیکا .ir/جیران تست. اینو میگیریم کپی میکنیم. البته فکر کنم اینجا نگاه کنید، دیدید این الان شد کانال ما. روش بزنیم یه داخله، بذار بریم یه جای دیگه. توی این نگاه کنید میزنید میاد داخل این کانال. خب حالا ما مثلا فکر کنید اینجا پیج سریال جیران رو درست کردیم، کانال سریال جیران رو درست کردیم. توی روبینو پیج سریال جیران رو درست کردیم. حالا میخوایم لینک کانال رو بذاریم تو پیام رسان، یعنی اینجا این تست و کانالمون رو وصل کنیم به اینجا پیجمون. خب من میام چیکار میکنم؟ این اولی که لینک نمیشه گذاشت، بهتون گفتم وبسایت نداره، باید برید دومی به بعد. خب مثلا من تستو میام روی اینجا میزنم ویرایش مشخصات، اینجا تست، این آدرس اون کانال رو میزنم که جیران بود، ذخیره‌اش میکنم. حالا نگاه کنید روی وبسایت میذارم، اومد تو کانال پیام رسان تست. پس فهمیدید چی شد؟ الان شما فیلم جیران رو اینجا کامل میذارید برای دانلود، بعد میایید تو این پیج، یعنی توی این پیام رسان. خب تو پیام رسان کانال تست مثلا این اصلا بکنیم، بذار بزنیم
سریال جیران که انقدر نگم تست. سریال جیران. خب سریال جیران، اینجا کانال فیلمو گذاشتید، آدرسش هم ورداشتید گذاشتید توی اینجا روبینو، توی پیج سریال جیران مثلا لینک هم گذاشتید، روی وبسایت میزنید و میرید داخل چیز. این کانال عمومی هستش. خب حالا بریم اینو میخوایم خصوصیش کنیم. مثلا همین سریال جیران درست کردیم، 10 تا درست کردیم، الان دیگه نداریم، میخوایم کانال جدید بسازیم. دوباره رو چرخ دنده ویرایش، کافیه فقط روی این کانال خصوصی بزنید، تمام. اینجا پایینتر نوشته ایجاد لینک دعوت، کپیش میکنید میبرید میذارید کجا؟ دوباره اینجا به کسی رو میخواید دعوت کنید، این لینک رو میدید بهش، تو وبسایت میذارید، روی وبسایت میزنید. اونجا تایید نکردمش، بذارید بریم تاییدش کنیم. نگاه کنید کانال خصوصی، این تیک بالا رو نزده بودم، متوجهید این بود که نشده بود. حالا وبسایت اومد داخل این پیج، پس شد اینجا رو توضیحاتش کامل بود، قشنگ گفتم بهتون. سریال بله، تکمیل ساخت کانال و وصل کردن پیج و کانال در روبیکا. خب دوستان عزیزم، ما پیج ساختیم تو روبینو، کانال توی پیام رسان ساختیم، لینک کانال درست کردیم، آوردیم گذاشتیم تو پیج روبینو اون وسط. و حالا خب تا اینجا ما اومدیم پیج ساختیم و کانال ساختیم و حالا درآمد از کجا بیاریم؟ بریم برای آموزش کسب درآمده که اصلا پولمون کجا میاد، به چه شکل، چی جوری حساب میشه. بریم با هم یه ویدیو بذاریم که ببینیم اصلا چی جوریه درآمد. خب دوستان عزیزم، حالا بریم درآمد اصلا ببینیم این کسب درآمدش کجاست. روی این پیج بزنید، بازش کنید، روی عکس بزنید، این پایین نگاه کنید، صبر کنید یه چند ثانیه، نت من یه خورده ضعیفه، اگر بیاد اومد. نگاه کنید نوشته داشبورد کسب درآمد، روش یه دونه میزنید، نشون میده الان صفره چون تازه زدیم کانالو دیگه. اینجا صفره، شما باید فیلم داخلش بذارید. ببینید هرچی، این خیلی مهمه توجه کنید، هرچی افراد بیشتری بیان تو کانال شما پول بیشتری بهتون میده. هرچه بیشتر دانلود کنن، یعنی مثلا 1 گیگ ازتون دانلود کنن، مثلا 500 تومان میاد به حساب شما. اینجوریه، از شما دانلود کنن. بعد یکی هم این که شما نباید فیلمو از جای دیگه ارسال کنید اینجا، فوروارد کنید اینجا. بریم حالا بهتون نشون بدم. سریال جیران، من میخوام فیلم سریال جیران رو اینجا بذارم به فرض مثال. سریال جیران اصلا از کجا بیارم؟ ببینید خود روبیکا همه سریال های ایرانی و خارجی رو توش میشه پیدا کرد به سادگی. کافیه این ذره‌بین این گوشه بالا هست، روی این بزنید. خب اینجا بنویسید سریال جیران، نگاه کنید چقدر پیج آورد. اینا همه رایگان گذاشتن، شما میتونید دانلود کنید و توی پیجتون بذارید. نگاه کنید این سریال جیران، باز کنم ببینم هستش یا نه. ببینید همه سریال ها رو گذاشتن، شما میتونید برید هر سریالی که میخواید دانلود کنید و بذارید. مثلا این سریال جیران میگه بیاید برید اینجا، ما میریم ببینیم گذاشتن یا نه. حالا سریال جیران هم خیلی وقت تموم شده، شانس ما نیستش. پیداش کردم. ببینید میخوایم ما محتوای مثلا سریال جیران بذاریم. اول این دوتا رو من مثلا میخوام این 360 رو بذارم، این دوتا رو میفرستم تو پیام های ذخیره شدم، این هم میفرستم تو پیام های ذخیره شدم. خب
ببینید یکی این که شما نباید اینجوری بگیرید ارسال کنید توی کانالتون، چون درآمد براتون محاسبه نمیشه اگر اینجوری بفرستید. این کار اشتباهه، این کارو نکنید چون درآمد براتون محاسبه نمیشه. پس حذفش میکنیم. خب میریم سریال میزنیم دانلودش میکنیم، سریال رو دانلود میکنیم. بعد میخوایم بذاریم این عکسش و متنش رو میذاریم، مثلا عکسش رو ذخیره میکنیم، اینم کپی میکنیم، میام تو سریال جیران اینجوری یه دونه رو عکسش میزنیم. نگاه کنید یه دونه رو عکسش میزنیم، اون متنی که کپی کردیم و میذاریم اینجا. ارسال. این اولین پستیه که ما ارسال کردیم. بعد از 24 ساعتم درآمد رو ما نشون میده. خب اینم سریال جیران دانلود شده، ذخیره در دانلود یا گالری رو میزنیم. نگاه کنید دوستان، الان این بنده خدا که گذاشته سریال جیران رو میبینید، برداشته فاصله گذاشته بین اسمش، چون این سریال جیران یه سریال فروشی هست. تو روبیکا نباید بذاری چون غیر قانونیه. باید سریال های رایگان مثل گیلدوخ که داره تلویزیون نشون میده، یا سریال نونخه، سریال های خارجی، ترکی، همه مدل. حالا جیران هم میذارن، کسی کاری نداره خداییش. حالا من ندیدم کسی کاری داشته باشه، ولی باید اینا رو رعایت کنید، چون اگر تخلف کنید بهتون درآمد تعلق نمیگیره. اگه این مثلا بنویسه جیران دیگه پولی بهش نمیده. این تو کانالش هم پخش شده، بازدیدم خورده، ولی پول بهش نمیده. برای همین برمیداره اینجوری اسمشو مینویسه که تابلو نشه. این هم حالا کلک های دوستان هستی که شما هم میتونید استفاده کنید. متنشم من کپی کردم، میام تو سریال جیران فیلمو انتخاب میکنم، ارسال به صورت، بذار یه بار دیگه یواش بزنم، عجله‌ای زدم. ببینید اینجا تیکشو میزنید، این پایین آبی گوشه نگاه نوشته ارسال به صورت فایل، این آبیه اینور سمت چپ میزنم روش. نگاه کنید رفت برای آپلود. باید صبر کنیم تا آپلود بشه. خب دوستان عزیزم، این هم سریال جیران آپلود شد، رفت توی کانال. روش یه دونه میزنیم ویرایش، اون متنی که اون بنده خدا گذاشته بود ما اینجا پیست میکنیم. فقط زیرش اگه یه موقع آدرس لینک کانال خودش گذاشته بود اینو پاک کنید. میدونید که آدرس و لینک رو اینجوری ادساین میذارن، اسمشو میذارن، اونو پاک کنید. آدرس و لینک کانال خودتون رو بذارید. اینو میزنیم. ببینید به همین سادگی یه قسمت سریال جیران رو گذاشتیم که برای خودمون درآمد زایی بشه. ارسال نکردیم، آپلود کردیم. اینترنت هم هزینهش نیم بها حساب میشه، پس نگران این نباشید. پس تا اینجا متوجه شدید که چجوری فایل بذارید توی کانالتون که تبدیل به درآمد بشه. این برای کانال توی پیام رسان. توی روبینو هم حالا بریم بهتون یاد بدم که چجوری بذارید فیلمو. خب فقط درآمد این وسط روبینو دیگه اینجاها نیستش، نشون نمیده. باید بیاید توی تنظیمات، خورده میاید پایین تر، اینجا نوشته روبینو، کسب درآمد از روبینو. میگه خب کدوم کانال میخواید نگاه کنیم؟ ما این تستر رو نگاه میکنیم، میگه که تا 0، چون تازه زدیم دیگه. این هم درآمد روبینو اینجا نشون داده میشه. خب خسته نشدین که آخرشه دیگه، نزدیکیم به پایان. و اینکه کانال زدیم، فیلمم گذاشتیم داخلش. من با کیفیت 360 گرفتم. شما چون برای اینکه سریع انجام بدم، شما سعی کنید با کیفیت بالاتر بهتر بذارید که هم دانلود میکنن گیگ بیشتری برای شما محاسبه بشه، همین که کیفیت بهتری باشه برای کانالتون خوبه دیگه در کل. و اینکه چی میخواستم بگم، یه چیز دیگه میخواستم بگم یادم رفت.
من فیلم گذاشتم الان، برای مثال فیلم گذاشتم. شما میتونید در حوزه کار خودتون یا آموزش یا هرچی، الان من آموزش زبان انگلیسی هم گذاشتم، مثلا پیجایی دارم آموزش گیتار گذاشتم، نمیدونم پیج موزیک زدم. هر پیجی که دوست داشته باشید میتونید بزنید، ولی فیلم بهترینه، چون حجم بیشتری باید دانلود کنن ازتون. برای همین من خودم زومم رو فیلمه، طرفدار بیشتری هم داره، یعنی جذب بیشتری داره، دانلود بیشتری داره و همین. حالا فیلمو من گذاشتم توی کانال پیام رسان. حالا این فیلمو چجوری بذاریم توی روبینو اون وسط و چجوری دعوت کنیم مثلا اونا رو بیان به کانال ما، چون ما درآمد اصلیمون از کانال دیگه. پس برای همین بریم بهتون یاد بدم که فیلمو چیکار کنیم، فیلمی که دانلود کردیم و چیکار کنیم، چجوری بذاریم توی روبینو که بازدید بخوره. بریم ببینیم با هم. خب دوستان عزیزم، شما برای اینکه سریال جیران رو بخواید بذارید اینجا این وسط توی پیج روبینوتون، خب دیگه نمیتونید مثل اینجا فیلمو کامل بذارید که مثلا اینجا الان فیلم 60-70 دقیقه بود، کامل گذاشتیم به راحتی. نمیتونید دیگه اونجا اینجوری بذارید، چون اینجا نهایتا تا 15 دقیقه شما میتونید بذارید. برای همین شما سریال جیران رو باید خورد کنید، مثلا 1 دقیقه 1 دقیقه 2 دقیقه 4 دقیقه هر چقدر که دوست دارید. خب میاید چیکار میکنید؟ میاید این نرم افزار شکاف ویدیو هست، این نارنجیه که تو همین بازار هم هست، میتونید سرچ کنید. حالا اینجا من بازارم نتم جواب نمیده، تو همین بازار سرچ کنید شکاف ویدیو، دانلودش میکنید، نصبش میکنید، روش میزنید، باز میشه همچین صفحه میاد براتون. تقسیم ویدیو میزنید، روی تقسیم ویدیو میزنید، و ویدیو مورد نظرتون رو انتخاب میکنید. من جیران رو انتخاب کردم و اینجا مثلا میخوام 1 دقیقه ایش کنم. این نوار این پایین میبینید، اینو هر چقدر شما کم و زیاد کنید ثانیه است. مثلا من میگم آقا من میخوام 1 دقیقه و مثلا بشه این فیلم بشه 1 دقیقه 1 دقیقه. خب روی 1 دقیقه و 6 ثانیه گذاشتم، این تیک بالا رو میزنم، انجام شد و میزنم، شروع میکنه به فیلمو خورد کردن برای من. مثلا میگه 15 دقیقه دیگه من این فیلمو برات 2 دقیقه 2 دقیقه 1 دقیقه و 6 ثانیه برات خورد میکنم تا 11 دقیقه دیگه. حالا صبر میکنم که این تموم بشه. خب دوستان عزیزم، همونجور که دیدید ویدیو رو که 78 نم چند دقیقه هم بود، 1 ساعت خورده ای بود، برای ما به 2 دقیقه به اسخای میکنم 1 دقیقه و میگم 2 دقیقه قاطی کردم، به 1 دقیقه و 6 ثانیه 1 دقیقه و 6 ثانیه میبینید تقسیم کرد، همه رو برامون برید از اول تا آخر به همین زیبایی. دیدید چه نرم افزار قدرتمندیه؟ خب برید، میریم داخل روبینو. اینجا مثلا سریال جیرانه، بذار اینم درست کنیم حالا که تا اینجا کار انجام دادیم. نامو میزنیم سریال جیران. عکسم خواستید بذارید، روی این آدمک میزنید، عکستون از گالری انتخاب میکنید، چیز میگه اینجا هم که وبسایت گذاشتید آدرس جیران رو دیگه روش بزنید، اومد داخل سریال جیران. حالا چیکار میکنیم؟ میایم پست میذاریم توی روبینو این وسط، همینجا که پیج سریال جیران رو ساختیم، چون که از اینجایی که میره تو ویترین، دوستان عزیزم توجه کنید، از این روبینیوه که میره تو ویترین اینجا و دیده میشه اکسپلور در واقع، این هیچ وقت نمیاد توی
ویترین از روبینو میاد، پس باید اینجا سریال رو یه دقیقه کنید و بذارید اینجا تا بره داخل ویترین. حالا چجوری بذاریم این مهمه. ببینید شما سریال یه دقیقه کردید، حالا میخواید بذارید، اول که یه عکسی ازش میذارید. خب صداش کم کنم. اول که یه عکسی ازش میذارید، همون مثلا قسمت فلان منتشر شده، حالا اونو میذارید. حالا مثلا ما میگیم به فرض مثال اکثرم، حالا بذارم دیگه اگه پیداش کنم. کجایی جیران؟ نه این عکسه. میذارم این سایزش هم اینجوری میکنم. بعدی دوباره بعدی میگه اینجا بنویس متن چی میخوای بزنی. مثلا میزنم دانلود قسمت 52 سریال جیران. اینجا هم میزنم رایگان که همه جذب بشن. سریال جیران از لینک تو بیو پیج، داخل پرانتزم میزنم وبسایت که بفهمن از کجا باید برن دانلود کنن. خب میام یه خط پایین تر یه چند تا نقطه میذارم، میام پایین. حالا میایم قسمت اصلی و مهم، قسمت هشتگ گذاری. هشتگ چیه؟ حالا این مربع رو میبینید، نگاه کن، دیدید مربع رو؟ این هشتگ هستش. خب حالا هشتگ رو باید چجوری بذاریم؟ میذاریم مثلا یه هشتگ گذاشتم مینویسم جیران، چسبیده به هشتگ، فاصله نباید بذارم، جیران. خب یه فاصله میدم، دوباره هشتگ چسبیده بهش میزنم سریال. حالا اینجا دوباره ببین میخوام بزنم سریال جیران ولی نباید فاصله بدم بینش، متوجهید؟ باید اینو قشنگ چسبیده بهش، دوباره یه دونه آندرلاین. این خطه نگاه پایینه، این خطه که پایینه سریال، این خط پایینه رو میزنیم، بعد جیران رو مینویسیم. توجه کنید این خط دوتاست، ببینید یه دونه وسطه، این نیستا، این پایینی است. نگاه کنید، نگاه این وسطیه نیست، این پایینی است. پایین جیران. این شد هشتگ سریال جیران. بعد مثلا این دختره توی جیران بازی میکنه، اسمش چی بود خدا؟ حالا من بهرام رادان، این اسمشو پریناز ایزدیار. نگاه کنید دوباره میخوام اسم بازیگراش هم بذارم، مثلا پریناز، دوباره یه دونه از اون خط فاصله ها که پایینه چسبیده بهش، فاصله نباید بذاریم، ایزد یار. اسمشو کامل نوشتیم، میخوایم بریم هشتگ بعدی، یه فاصله میذاریم، دوباره هشتگ بهرام، فاصله نمیذاریم، یه دونه از اینا میذاریم، رادان. این شد هشتگ گذاری. حالا تا 15-20 نمیدونم دقیق چقدر، هر چقدر که میتونید هشتگ بذارید. مثلا میزنم سریال، هشتگ فیلم، هشتگ نمایش خانگی. نمایش رو میذارم، فاصله نمیذارم، اینو میذارم، قاطی کردم خانگی. دیگه چه کسایی تو فیلم جیران بازی میکردن؟ مهدی پاکدل. خلاصه هر چند تا میشه بذارید دیگه. خب تمام. این متن حالا کپی میکنم، ارسال. رفت تمام. اینها نگاه کنید، یه پست گذاشتم. حالا میام پست دوم، از اون اول، از قسمت اول که بریدم دونه دونه شروع میکنم همه رو به گذاشتن. اولی دیدید، اینم میتونید بزنید سایزش رو اینجوری کنید، بعدی میزنید، میتونید کاورش رو انتخاب کنید، یعنی عکس سرصفحش چی باشه، چون عکس خیلی مهمه، میره تو ویترین. این عکس مهمه که عکس خوبی باشه. الان نگاه عکس جیرانه. این متن رو همینجا پیست میکنم، دستمو نگه میدارم، جاگذاری، ارسال.
به همین سادگی کلش رو همینجوری پشت سر هم میتونید بذارید. از این ساده تر دیگه چی میخواید؟ من چجوری بهتون توضیح بدم؟ اینم از این. الان این یه پیجه، شما میتونید 10 تا ببینید. الان پیج موزیک دارم من، آموزش زبان دارم، سریال رهایم کنو دارم، سریال ارتش سرخه، این رالیتی شوه، سریال حبیبو داشتم. خلاصه اینجوری بذارید این آپلود بشه. حالا شما هر چی که خواستید میتونید بزنید. اینجا هم که 10 تا پیج میتونید بزنید. پیام رسانم که بهتون گفتم، تو ویترین رفتنم گفتم باید هشتگ بزنید، عکس جذاب. نگاه کنید سریال جیران گذاشتم این قسمتش. حالا شما کلشو پشت سر هم بذارید، این باعث میشه طرف میگه نگاه کن دانلود سریال رایگان، سریال جیران رایگان گذاشتم بریم ببینیم. میان اینجا روی وبسایتت میزنن، میان اینجا دانلود میکنن، پول میاد به حسابت. به همین سادگی و راحتی. خب دوستان تا اینجا نشون دادم بهتون، همه رو آموزش دادم که چجوری کانال بزنید، پیج بزنید، فیلم دانلود کنید، فیلمتون رو خورد کنید بذارید داخل، متن چجوری بذارید. حالا بریم درآمد نشون بدم بهتون که من خودم چجوری به درآمد رسیدم و پیجم چجوری قوی شده. خب دوستان عزیزم بریم حالا من بهتون نشون بدم که من تو اون یکی پیج، تو اون یکی اکانتم درآمد کانال های پیام رسان و پیج های روبینو رو بهتون نشون بدم. میایم تو پیام رسانم. خب ببینید من خیلی کانال دارم، حدود 50 تا کانال فیلم و سریال دارم. بریم چند تاشو نشون بدم. این مثلا سریال گیلدخت میزنیم، میبینید که من همه قسمت هاشو میذارم. الان قسمت 42 پخش شده گذاشتم. بعد میریم درآمدش رو میبینیم، میبینید باز میکنیم، بعد داشبورد کسب درآمد 4,990,000 تومان فقط از سریال گیلدخت، یه سریال. حالا شما فکر کن چند تا. بعد چی؟ پیجم هم 2800 نفره. شما میتونید پیجتون همجوری ببرید بالا و بیشتر درآمد داشته باشید. خب بریم بعد سریال بعدی بریم نگاه کنیم با هم دیگه. سریال نونخه رو بریم ببینیم، نگاه کنید. اینم بریم درآمدش رو ببینیم. اینم 1,200,000 هستش، میبینید تازه هم اومده. بعد این کانال های پیام رسان، درآمد کانال های پیام رسان، مثلا سریال چشم‌بندی هم میذاشتم، نگاه کنید اینم 580 تومنه. بریم یه کانال دیگه ببینیم. بریم یه کانال سریال ترکی میذارم من، سریال بابا رو گذاشتم، زبون اصلی. بریم اینم ببینیم. اینم 730,000 تومان اومد. اینا همه رایگان هست، شما میتونید بذارید و ازش پول در بیارید. یعنی یه سریال ترکی دیگه هم گذاشتم، تبلیغش کردم تو کانال سریال بابا. خب این درآمد کانال ها تو پیام رسان که شما میتونید به زودی زود برسید به انقدر درآمد. حالا بریم روبینو رو چجوری بریم نگاه کنیم که بهتون یاد دادم. این پیج های روبینو ببینید. گیلدخت 15,000 تا، پوست شیر دارم ببینم چند تا شده، 22,600 تا. مثلا سقوط رو داشتم، سریال خوبی بود، اینم 3,000 تا مثلا فالوور گرفته. اینا همه باعث میشه افراد بیشتری بیان داخل کانال شما. مثلا اینو بزنن رو وبسایت، میان تو همین کانال سریال شبکه خانه 13,000 تا فالوور داره. حالا بریم درآمد روبینو رو ببینیم. اینجا میزنیم کسب درآمد روبینو که قبلا بهتون یاد دادم چی جوری میاد نگاه میکنید. حالا میزنیم سریال پوست شیر، 1,390,000 تومان سریال پوست شیر از روبینو برای من درآمد داشته. سریال گیلدخت 870,000 تومان سریال گیلدخت برای من درآمد داشته. از میبینید اینم درآمد این وسطی هاست. دوستان عزیزم اینم خواستم بهتون نشون بدم که امیدوار باشید و تلاش کنید کانال های زیادی بزنید
تبلیغات کنید، یه دقیقه کنید بذارید تو روبینا که آموزشش گذاشتم تا درآمدتون هی بره بالاتر و بالاتر. خب دوستان، اینم از آمار درآمد من. حالا 2 مسئله دیگه مونده، یکی اضافه کردن اکانت، شماره تلفن، و یکی هم برداشت زدن از حساب و شماره کارت، که اول بریم اضافه کردن اکانت رو بهتون یاد بدم، نگاه کنید. خب دوستان عزیزم، برای اضافه کردن اکانت شما باید این تنظیمات گوشه رو بزنید. این صفحه براتون ظاهر میشه، این 3 نقطه بالا رو کافیه روش بزنید. حساب ها، الان من 3 تا اضافه کردم، شما میتونید یه دونه